با متانت و قوی ارادگی خود بازی در سفر بوده را هم جالبتر انجام دهند. در دایره این سبقت ها منظور شما خواهیم کرد. خوجان امروز حیاتش چنین است: سهراب خوجا یوسفوف دروازه‌بان جوان شماره 16، علیم جان کریموف رقم 29، 28 در مربی دسته رستم خوجاєв. دسته خطلان امروز حیاتش گوکوای گاتسون 16، دروازه‌بان سعیدشاه بازاروف رقم، ناظر داوران سفر محمد شاهی مردانو و کمیسر بازی سهراب حمیدوف. یادگارов در مقابل یک نفر با آسانی میتواند که موفق گردد. چنین هم شد. دیگر بار اینجا هم با فیردوس امکان و هم آمد. دلشاد بازاروف واقعا هم موقع خود را بسیار هم دقیق درست اشغال کرده بود. و ببینید دلیر یادگارov و بعدا هم فیردوس عبدالسلیموف، این فوتبال بازی جوانه که به او هم رستم خوجاєв اعتماد داشت، او را اندر میدان کرد و اکنون صاحبان میدان حساب را در دقیقه دهم باز کردند. اندک متوجه میکنیم به حالتی به عمل آمده. علیم جان کریموف رو میبینیم، همچنین فیردوس رو. بیاید یک بار دیگر به همین نقطه توجه کنیم. دلشاد بازاروف کاپیتانی دسته با موفقانه این منصوبه همدستگانش را خوب انجام داد و حساب را باز کرد. رقابت نیمه اول ایواز کرد نیمه حافظتگر را. دلیر یادگارov دوباره با نازیم باباجانوف. یا واقعا هم کرامت الله سعیدوف نیمه حافظتگری دسته خوجند به دروازه باشگاه سابق خود گل زد. ابراهیم زادم خورسندی را استقبال میگیرد و در این جریان بیاید یک بار دیگر ببینیم که چگونه. دلیر یادگارov ابتدا در اینجا ضربه کنجی زد. نازیم باباجانوف بعدا هم محافظتگر دسته خطلان به اشتباه را داد و از این نقطه نه چندان دور یک ضربه قوی کرامت الله بود که نتیجه را تغییر داد 2-0. روشن و فیضکند حالا هم حساب باز نشده است، 0-0 است. اگر روشن پیروز گردد، چون در خصوصی موقعی